سلام دوستان گرامی، برنامه نابغگان فردا است. این لحظه منظور شما. ریاضیات و علم‌های دقیق مثل فیزیک، کیمیا در نظر بعضی کودکان فن‌های دشوار می‌نمایند، ولی اگر آنها با راه شوق‌آور آموزانیده شوند، کودک آنها را بهتر درک می‌کند و دوست می‌دارد. در تجربه غربی معمول است که کنسپسی‌های عادی علمی را با بازیچه‌ها یا تجربه‌های عادی نشان می‌دهند. مثلا برای فهمیدن جمع و تر، سوب‌افزار یا معادله ها را با شیرینی ها استفاده می‌برند، یا برای فهمیدن پرینسیپ شناکنی تجربه عادی با تخم و آب نمک می‌گذرانند. در شرق شاید تکنیک و ابزار زیاد نبود، ولی پدران و بابایان ما کنسپسی‌های حساب را در کارآموزی یا بازی فهمیده می‌دادند. مثلا با سنگچه ها شمردن یا با اسباب عادی چین‌کنی چین کردن. برای آموزش حساب با بازی بعضی راه‌های ساده چنینند: جمله های مثل 2 جمع علامت نامعلوم برابر 5 خالگی را پر کردن چاپ کرده می شود. کودک آن را همچون بازی خیال کنی حل می کند. یا ساختن کمپاس ساده با سوزن و آب تا جاذبه مگنت را بینند. مهم است که کودک بیند. والدین می توانند هنگام پختن خوراک مثلا فهماند که چرا خمیر ترش خمیر را ورم می کند، یا هنگام پرتافتن توپ شرط دهند که چرا آن به زمین می افتد. این گونه مناسبت که علم یک قسم زندگی است، ترس کودک را از فن‌های دقیق کم می کند و شوق او را به آموزش زیاد می گرداند. آیا شما والدان و استادان عزیز این تجربه ها را انجام داده اید؟ لطفاً نظر خود را نویسید. شریک برنامه ما شرکت لین دیوید می باشد. نوابسته از باد و هوا و فصل سال، عائله ما سری خردککی خود را دارد. لین دیوید با ویتامین D.